سوال 28: هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق؟ آیا دعا با واسطه ساختن مخلوق واسطه بسازی این محتاج است یا ضرورت دارد در دعا مخلوق را واسطه بسازی؟ جواب: در جواب: لا يحتاج الدعاء الى لذلك. دعا و وقتی به الله دست دعا بلند میکنیم ضرورت نیست که مخلوق را واسطه قرار بدیم. الدلیل من القرآن العظیم، دلیل از قرآن عظیم و شان این است که الله متعال میگه و اذا سألك عبادی، وقتی که از تو سوال بکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبادی بنده های من، عنی در مورد من، فانی قریب، ما به اینا خودم قریب و نزدیک هستم با علم خود و با قدرت و عظمت خود. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب خودم الله متعال میگه من اجابت میکنم دعوت الداعی، دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که ای بنده از ما طلب بکنه و از ما بخواه و دست دعا را به بارگاه ما بلند بکنه. دلیلش از سنت ای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر صحابه گفت که اینکم تدعون، شما صدا میکنین و طلب میکنین ذاتی را که سمیعا شنوا هست، قریبا نزدیک است، و هو معکم، و او به همراه شما هست با علم و قدرت خود. و تشبیه او را با مخلوق نکنین، مثل نزدیکی مخلوق نه، بلکه به مو قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست، با علم و با عظمت و با حی و قیوم بودنش قریب است و به همراه شما هست. سوال 29: کیف نحب الله و رسوله؟ چه قسم الله و رسولش دوست داشته باشیم؟ الجواب: المحبة تكون بالطاعة و اتباع الاوامر. اگر ما الله و رسولش دوست داریم، محبت با طاعت و متابعت از اوامرشان میشه. الدلیل من القرآن، دلیلش از قرآن عظیم شان ای هست که الله متعال می فرمایند که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مؤمنین موحدین، ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین، فاتبعونی، پس از من متابعت بکنین، یحببکم الله، در آن صورت الله شما را دوست می داشته باشد. و دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لا یؤمن احدکم، مؤمن کامل شده نمیتونه یکی از شما، حتی اکون احب الیه، تا زمانی که من محبوب تر باشم به او، من والده، از پدرش، و ولده، و از فرزندش، و الناس اجمعین، و از تمام مردمان. سؤال 30: هل تجوز المبالغة في مدح الرسول صلی الله علیه و سلم؟ آیا زیاده روی در توصیف رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز است؟ جواب: لا تجوز، جایز نیست که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از حدی که او یک بنده هست و یک مخلوق است و رسول الله هست، از این که او را زیاد مبالغه بکنیم و زیاده روی بکنیم. دلیلش از قرآن عظیم و شان قل انما انا بشر مثلكم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما یقینا که انا من، بشر مثلكم، مثل شما و یک انسان و بشر هستم، یوحى الی، فقط فرق ما با شما همی است که به ما وحی میشه، انما یقینا که الهکم، معبود شما و ذاتی که باید ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه، اله واحد، معبود یگانه هست. و دلیلش از سنت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امت خود توصیه نمودند که لا تطرونی، زیاد افراط و زیاده روی نکنین در وصف و مدح و ستایش ما، کما اطرت النصارى ابن مریم، چنانچه زیاده روی کردن و مدحکویی کردن و توصیف زیاد کردن نصرانی ها در مورد عیسی پسر مریم علیهم السلام. فانما رسول الله صلی الله علیه و گفت که یقینا که انا من که هستم، عبده، بنده الله هستم، پس همین مرا به بندگی الله یاد بکنین. فقولوا، پس بگوین عبدالله و رسوله، که محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله، بنده الله هست، و رسوله، و رسول الله هست. ای لا تبالغ فی مدح، یعنی در مدح و صفت ما و توصیف من زیاد مبالغه و افراط نکنین.
سوال 31: ما هو الولاء للمؤمنین؟ موالات و دوستی با مؤمنان کدام هست؟ جواب هو الحب و النصرة لهم. جواب: موالات و دوستی مؤمنان، محبت داشتن با مؤمنان، و النصرة لهم و نصرت و همکاری با ایشان است. الله متعال میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. والمؤمنون و مردان با ایمان، والمؤمنات و خانمهای با ایمان، بعضهم اولیاء بعض، بعضشان دوستان بعض دیگر هستند. و دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم: المؤمن للمؤمن کالبنیان. یک مؤمن با مؤمن دیگر مانند یک بنیان یا یک ساختمان هستند که یشد بعضه بعضا، که یک قسمت یک ساختمان قسمت دیگه از او را محکم میسازه. بنابراین یک مؤمن دیگر را تقویت میکنه، او را نصرت میکنه و محبت میکنه. سوال 32: من هو الکافر؟ کافر کیست؟ جواب: کل من لا يدين بدین الاسلام فهو کافر. هر کسی که به دین اسلام متدین نمیشه یا اسلام قبول نمیکنه، او کافر گفته میشه. دلیلش از قرآن عظیم شان الله متعال میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا. و هر کسی که هدف خود بگردانه و طلب بکنه به غیر از اسلام دین دیگری را، فلن یقبل منه، هرگز قبول نمیشه از او، و هو فی الاخرة من الخاسرین، و این شخص در آخرت از جمله کسانی است که در خسران و زیان می باشند. و دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که والذی قسم است به او ذاتی که نفس محمد بیده، که نفس محمد صلی الله علیه و سلم بر دست اوست، لا یسمع به احد من هذه الامه، نمیشنوه درباره ما هیچ کسی از این امت، یهودی باشه ولا نصرانی یا نصرانی باشه، یعنی بگوید که من پیرو موسی هستم یا پیرو عیسی علیهم السلام هستم، ثم یموت، بعد از این بمیره این شخص، ولم یؤمن بالذی ارسلت به، و ایمان نبیاره با آن چیزی که ما فرستاده شدیم، یعنی به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به کتاب قرآن و به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایمان نبیاره، الا کان من اصحاب النار، مگر این شخص از اصحاب دوزخ می باشه. یعنی یهودی بعد از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمانش قبول نمیشه تا زمانی که به قرآن و به پیغمبر و به وحدانیت الله ایمان نداشته باشه. و نصرانی هم ایمانش قبول نمیشه بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد تا ای که به نزول قرآن، به قرآن عظیم الشان و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که آخرین پیغمبران هست به ایمان نبیاورد. سوال 33: هل تجوز موالات الكفار و نصرتهم؟ آیا دوستی کفار و نصرت و کمک کردن کفار جایز است؟ مثل که مردم در جبهات جنگ و در اینجا با امرای کفار دوستی میکنن و در صف از اونا میجنگن و با امرای از اونا یک جا میشن؟ جواب: لا تجوز، جایز نیست. دلیلش الله متعال میگه و ما یتولهم منکم، و هر کسی که دوستی بکنه با این کفار از شما، فانه، پس یقینا که اینمی شخص مسلمان، منهم، از جمله از اونها هست، یعنی او هم در کفر با آنها شریک شده است. ان الله، یقینا که الله متعال، لا یهدی القوم الظالمین، قوم ظالم را هدایت نمی کند. و دلیلش از سنتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان آل ابی، یعنی فلان، لیسو لی باولیاء، یعنی خانواده فامیل پدرم، یعنی فلان شخص مثل ابو لهب، لیسو لی باولیاء، اینا دوستای من نیستن، ای اقربایی من النسب لیسو لی باولیاء، او اقارب ما که اونا اقارب ما هستن، اونا اولیاء من یعنی دوستهای من نیستن، لانه من الکافرین، زیرا از اونا کافر هستن. یعنی حتی کسایی که از خویشاوندهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، اقاربش بودن، اونا را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اونا از جمله اولیاء من نیستن. به خاطر چی؟ او کسایی که ایمان نداشتن. چرا کافر ولی و دوست مسلمان نمیشه ولو که برادرش باشه یا پدرش باشه یا از اقارب نزدیکش باشه.